استرالیا هم مثل کانادا اعلام کرد که میخواد روی ویزاهای دانشجوییش تغییراتی رو اعلام کنه که در حقیقت این تغییرات برای بهینه‌سازی روش‌های مهاجرتی و حل مشکلات مسکن توی استرالیا هست. اولین تغییر اینه که مینیمم نمره زمانی که یک دانشجو نیاز هست به اداره مهاجرت استرالیا ارائه کنه موقعی که داره درخواست ویزا میده قرار از این به بعد افزایش پیدا کنه. مورد دوم اینه که اداره مهاجرت این اتوریتی رو داره که مجوز مؤسسات آموزشی که توی استرالیا به کرات قوانین مهاجرتی رو نقض میکنن ازشون بگیره. پس حتما باید از این به بعد روی مؤسسه آموزشی که براش درخواست ویزا میدیم دقت کنیم. مهاجرت استرالیا قراره از این به بعد بررسی پرونده های ویزاهای دانشجویی رو با قوانین سختگیرانه تری بررسی کنه و داکیومنت هایی که یک دانشجو از این به بعد به اداره مهاجرت ارائه میکنه حتما با وسواس و دقت بیشتری ارائه بشه. و در انتها باید اینو بهتون بگم که با توجه به سختگیری‌های زیادی که داره درای پرونده‌های مهاجرتی چه استرالیا چه کانادا و کشورهای دیگه اتفاق میفته، بهتون پیشنهاد میکنم حتما از خدمات مشاورین رجیستر شده اداره مهاجرت کشور استرالیا و کانادا برای انجام پرونده‌های مهاجرتیتون استفاده